این افراد همونهایی هستند که امام سجاد علیه السلام راجع به اونها میفرماید که متنجز ما وعدت من الصفح امن احسن بک ظنا. خدایا تو وعده صفح و محو خطا و گذشتن از زلات و لغزش ها را به این افراد میدهی که این افراد به تو حسن ظن دارن. یعنی میگن خدایا ما غیر از این که کاری از دستمون بر نمیاد، فقط به تو حسن ظن داریم، نه به عمل خودمون نگاه میکنیم، نه به رفتار خودمون نگاه میکنیم، نه به گفتار خودمون، فقط به تو حسن ظن داریم، فقط به تو چشممان دوخته است، فقط به تو چشممان دوخته است. واقعا این مسئله را من مشاهده می کردم واقعا این قضیه را مشاهده می کردم در رفتار بزرگان اولیا، در سخنان مرحوم حداد رضوان الله علیه. وقتی که با ایشون ما صحبت می کردیم، می شستیم صحبت های ایشون رو گوش می دادیم، اصلا می دیدیم که همه چی میگن و هیچ چی رو از خودشون نمیدونن. هر چی بگی میگن، هر چی بپرسی میگن، هیچ چیزی مخفی نیست، هیچ چیزی پوشیده نیست، هیچ کاری نیست که نشه بکنه، هیچ کلامی نیست که نتواند بگوید، هیچ نقطه معرفتی نیست که نتواند اظهار بکنه. تا متوجه می شدن که انسان داره تعجب میکنه و از این مسئله داره انسان داره مطلب رو داره بزرگ چیز میکنه، میگن هر چه هست خداست، ما که کسی نیستیم، ما که چیزی نیستیم، ما که مسئله ای نیستیم. یه وقت من نشسته بودم پیش ایشون، خب ما کوچیک بودیم دیگه، چیز عقلمون نمیرسید، چیزی نمیفهم. بعد ایشون یک سوالی کردن، گفتن خب چیزی از من میخوای؟ من با همون سنین طفولیت و اینها و چه میفهمیم این حرف. بعد گفتم که از خدا میخوایم از شما که منو مثل شما بکنه. ایشون قاه قاه خندیدن، نه مثل من. بودن خیلی بالاتر، خیلی بالاتر، خیلی اصلا 3 مرتبه خیلی بالاتر. من الان میفهمم واقعا ایشون این حرفو میزد، نه اینکه میخواست تواضع کنه. حالا من بچه بودم، من 14-15 سالم دیگه، مثلا بچه بودم بخواد حالا منو خوشحال کنه، بخواد چیز کنه. واقعا اینو میگفت، اصلا چیز میگفت مثل من کیم که مثلا تو میخوای حالا خیلی حالا مثلا چی از من میخواد، خیلی حالا. واقعا اینها برای امروز ما و امشب ما و فردای ما و فرداهای ما درس بود و درس هست و نکته است، چیزی که باید یاد بگیریم. ما کجا بابا، ما رو استبلدار اونا قبول بکنن کلاهمونو به عرش میندازیم. استبلدار اونها اگه ما را بپذیرن، ما این حرفا چی؟ ولی دارم اینو میگم که ببینید چطور این حقایق توحیدی و معرفتی به حق واقع خودش در قلب این عرفا و در قلب این اولیا قرار گرفت، که وقتی با انسان صحبت میکنن اصلا برنامه مجامله نیست، تواضع نیست، دلخوشی نیست، داره اصلا واقعیت رو میگه. اصلا ناراحت میشه چی تو میگی مثل من بشی، حتی مثلا صحبت تواضع بالاتر این حرفا چی؟ گفتن همه را خدا میده، وقتی خدا بده دیگه برای خدا چه فرق میکنه که حالا به یکی کم بده به یکی زیاد بده. خب انسان زیادترشو میخواد، آدم بالاترشو میخواد. توجه میکنی
چقدر اینها به انسان امید میدادن، راه را به عکس بقیه که همش راه را میبندند، محصور میکنند، خدا را در سلول میاندازند و در آن سلول را میبندند و نمیگذارند. اینها میان خدا را میارن در اختیار انسان قرار میدن، در کنار انسان میشونن، با انسان انیس و انیف قرار میدن، خدا را میگن هر چی میخوای بخوا، هر چی میخوای.